هذا النور شفاء صدور. رشک زن تا داخل قبر. همسر در بستر بیماری به شوهرش میگوید وقتی که من بمیرم چقدر انتظار میکشی برای ازدواج همسر دوم؟ شوهر میگوید تا آن وقت که خاک قبرت خشک شود. همسر گفت آیا به این گفتت وعده میدهی؟ شوهر تبسم کرده گفت آره وعده میدهم. بعد آنی که زن وفات میکند شوهر هر صبحدم به زیارت قبر همسرش میرود. تا آن دمی که 1 سال سپری شد در حالی که خاک قبر همسرش خشک نشده بود مرد در تعجب ماند. روز این مرد به وقت بیگاهی وارد قبرستان شد. دید که برادر همسرش آنجا هست. از برادر همسرش پرسید تو در اینجا چیکار میکنی؟ برادر همسرش میگوید وصیت خواهرم را ادا میکنم. مرد پرسید چی وصیت؟ برادر همسرش گفت خواهرم به من گفته بود که خاک سر قبرم را نگذار که خشک شود. از این خاطر هر 2 روز آمده روی قبرش آب میپاشم. سبحان الله. رشک زن را ببین تا به کجا میرود. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.